به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض درود و سلام بینندگان و تماشابینان محترم به برنامه خودتان باز چی گپ خوش آمدید. امام علی رحمان رئیس جمهور گفته است که مسجد و اینترنت جای افراط‌شهی جوانان هستند. یعنی گفته است که مساجد یعنی جای اصلی که جوانان رو به افراطگری میبرد مساجد هست و اینترنت هست. مثل اینکه جنگ با خدا دوام دارد. بله، پرزیدنت تاجیکستان گفته است که حالا در قلمرو مملکت در مجموع قریب 5400 مسجد از جمله 3930 مسجد رسمی و حدود 1500 مسجد غیر قانونی فعالیت میکنند. در برابر این در مقیاس کشور در جای سرزمین 3836 مؤسسه تحصیلات عمومی موجود است که از تعداد عمومی مسجد کم بوده. یعنی مکتب ها از مسجد ها کم هستند. بر بالای این 25% مکتب ها به تعمیر نیاز دارند. خیلی خوب که رئیس جمهور با جسارت گفته است که 25% از مکتب های تاجیکستان نیاز به تعمیر دارند. بسیار خوب. سوال اینجا است که حکومت در مسجد تینه صرف نمی کند. برعکس اندازی مساجد رو برق آب اینهاش برده است به مانندی اندازی کارخانه ها رسانده است. درست است؟ و هیچ صرف نمی کند. درست است؟ و اون رو مردمی بیچاره با مشکلات و با چیزی که دارن اون می سوزد می کند. بسیار خوب، مردم حق خود رو انجام داد. این حق اون است. ولی مکتب این مسئولیتی حکومت هست. حکومت باید اون رو آباد بکند. یعنی اگر کشوری آباد باشد مردم اون وظیفه های خود رو انجام بدهند، حکومت اونجا وظیفه های خود رو انجام بدهد، کارها بسیار به شکل درست پیش میرد. ولی وقتی که ما میبینیم که مردم کاری خودش انجام میدهد و حکومت انجام نمیدهد، میریم بالای مردم فشار میاریم، میگیم که چرا مسجدها بیشتر از مکتب هستند. از طرف دیگر بیایم یک مقایسه دیگر درست بکنیم. اینو مغالطه میکنن. ببینید چگونه. ببخشید مغلطه را به بینندگان ما شرح میدادید که چی است. مغلطه معناش این است که یک چیز در اینجا موضوع درباره یک چیز دیگر میرود. خوب، یا که موضوع درباره مثلا همین چیز میرود. شما از داخل و یک چیزی کوچک رو میگیرید و به اصل موضوع تغییر میدید. موضوع اصلی در اونجا میماند و تمام توجه بالای این یک چیزی به ارزش خرد میشود. این میشود مغلطه و مغالطه. بله. حالا شما ببینید، یعنی مردم رو در غلط انداختن. بله. شما ببینید اینجا میگن که مسجدها از مکتب زیاد است. خیلی خوب، ما با شما سوال داریم. بله. در مکتب ها از چند ساله تا چند ساله می رود؟ خب؟ بله. از 7 ساله تا 17 یا 18 ساله. 17 ساله 18 ساله بذار تا 18 ساله. خب این قشر به مکتب ها می رود. بله. با وجود اینکه شما منع کردید تا 18 ساله به مسجد روند. بله. خب ولی یک بار به خودتون سوال کنید که به مسجدها از چند ساله می روند؟ از 18 ساله تا 70 ساله. بله. خب کجاست منطقی شما؟ مسجد جایی از 18 ساله تا 70 ساله است، مکتب جایی از 7 ساله تا 18 ساله. در این بین چقدر تفاوت است؟ بله. چقدر مردم می رود؟ در حالی که در اصل مسجد جای این تعدادی تا 18 ساله هم هست. بله. اگر شما اونها را ممنوع نکنید، بله. اونها هم اکثرش به مسجد می روند. بله. با وجود منع کردن شما هم می روند. بله. خب ولی منطق شما کجاست آخی؟ ببین مسجد با وجود اینه که 5000 مسجد هست و 3000 و چند مکتب، باز هم اگر منطقی بها دهیم تعدادی مسجد ها کمتر است نسبت تعدادی اهالی مسجد نمازخوان یا اینکه مسجد میرفتن. همین خیلی هست یا نه؟ ولی ببینید دوستی عزیزم، من مثلا این دهه خودمون مثال میارم. در دهه ما حدود 4 مسجد است. 4 مسجد است، یک مکتب. واقعا مکتب در یک حالی بسیار بد قرار دارد. بله. مسجد ها مردم جمع میکنن. یک مسجد من میدونم که یک مهاجری مهنتی کاری در روسیه همه تعمیر اینشا اون به گردن گرفت. حدود 2 سال 3 سال اون مرد مهنت میکرد، پولا میفرستاد برای این مسجد. یعنی یک بیچاره، یک مرد بیچاره. و بعد این است که از مسجد ها
اینقدر انداز جمع میکنن به خاطر اومدن رئیس جمهور باید هر مسجد 1000 سومانی این خی، به خاطر این 200 سومانی، به خاطر این و بعد همه کارهایی که حکومت واقعا فهمان ددهی که میکند و خیلی خوبم هست در مسجد میگذرد. مردم باید این کارا بکنیم. حتی اون جلسات حکومتی که میشود در مسجد اعلان میشود و درست است، خیلی خوب است که حکومت با این همکاری کند. ولی انصاف کجا است که ولی وقتی که مسجدها را مردم با زحمت میکنند ولی اون اندازهایی که میسپرن مردم میسپرن، اندازهایی که حکومت میگیرد، آخه چرا برای آبادانی مکتب صرف نشود؟ یعنی این مسئولیت حکومت است. باید مکتب ها رو توجه بدهد و 25% ولنگار بودن مکتب این کمبودی حکومت است. این حکومت باید دعوا بکند، مردم طلب کنند که چرا 25% شما در حالی که اندازه یعنی بلندترین اندازه شما میگیرید. نه ببینید، اگر شما چرا خانه های منصبداران این قدر منصبدار را حساب کنید، شاید از این خانه های اونها از مکتب ها بیشتر است. بله. چرا خانه های اونها زمانوی بهترین می شوند ولی مکتب نمی شود؟ بله. چرا می شود است که خانه های اونها تعمیر می شوند؟ اکثر خانه های اون خرج خانه های منصبداران ما بیشترش از خرج مکتب بالاتر است، بیشتر است از تعمیر مکتب، ولی اونها می شوند ولی مکتب ها نمی شوند. این کمبودی کیست؟ بله. دوباره یعنی برمیگردد به خود شما. بله. بگویید که وزارت معارف پول کجا کرده است؟ بله. شما که اگر بودجه برای اون جدا میکنید، کجاست بودجه وزارت معارف؟ اون رقم هایی که در معروضه هایتون میگویید اعلان میکنید که ما اینقدر بودجه اختصاص دادیم، کجا شد پس اون بودجه؟ بله. شما باید تعمیر کنید، مکتب بسازید. این هیچ کس این رو من نکرده است، ولی من میخوام ما توجهمون را به قضیه از همون بودی که مطرح شده است بدهیم، یعنی که مسجدها مکان افراطگرایی. ببین مسجد، شما آمدین مسجدها را تمام امام هایی که واقعا هم تاثیر داشتن و تمام مردم میدونن، حتی نوارهاش در همه جا پخش شده بود که بحث حاجی میرزا با جوانانی که میخواستن به هر طرف برای به گروه های افراطی بپیوندن، ولی حتی ایشونی نوردین جان بله معمولا حاجی میرزا خیلی چیزاش زیاد پخش شد در تاجیکستان، ولی همین حاجی میرزا رو چیکارش کردید؟ حاجی میرزایی که همیشه مردم رو دعوت میکرد که به اخلاق داشته باشن، به نفع حکومت دعوت میکرد. همیشه کمترین سخنی از حاجی میرزا پیدا نمیکنید که در مخالفت به حکومت باشد یا حداقل سیاسی باشد. بله. صرف دعوت خالصانه اسلامی بود. بله. ولی حتی شما اون رو تحمل نکردید، اون رو از منبر بردید. از طرف دیگر چقدر تهدیدها به خاطر این صحبت‌های شد. بله تهدیدها شد، ولی شما ببینید، حاضر نگاه کنید، من چی میخواهم بگویم. اینها امروز میگویند که مسجدها جای افراطگرا شدن جوانان است. شما آمدید مسجدها رو از دست داعیان اصلی گرفتید. بله. به یک اونهای دادید که مثل سید مکرم همیشه یا اونهایی که خالص هستند اونها رو به حد بردگی که دیگر گپ زدن نمیتونن. بله مسجدها رو امروز شما به منبر وزارت خارجه و وزارت امنیت تبدیل کرده اید. بله. اونها هر چی میخواهند شما میخواهید همون میگویند. بله. اگر مسجدهای امروز در تاجیکستان مردم افراطی میکنن، این همون سیاستی است که شما پیاده کرده اید، شما تبلیغ کرده اید. یعنی چی منطق است این دیگه؟ یک فردا شاید جای تعجب هم نباشد که امروزها اگر درباره محیدین کبیری و رئیس حزب نهضت و دیگری صحبت می شود، فردا باز همین قانون‌های تا 40 سال ممنوعیت از 40 سال افرادی زیر 40 ساله رفتن به حج و دیگر قانون‌هایی که ضد دین هستند و احتمالاً شاید در همون مسجدها هم اینها هم اعلام شوند. احتمال هست؟ بله. دیگر چیزی میگویم که مردم رو از اینترنت ترساندن. ببین مثلا واقعیت همین است که میخواهید نمیخواهید در هر خانه اینترنت میدراید. چی طوری که پیشتر بر ضد موبیل مبارزه بردن، ولی واقعیت همین است که میخوای نمیخوای دیگر این چیزی واقعیت شده است. هر موبایل میدراید، اینترنت به خانه میدراید، ولی
اگر ما حاضر به حکومت نه همچنین خانواده فکر کنیم، یک خانواده ای که مقاومت میکند با اینترنت اون ناکامتر ناموفقتر است از اونی که اون را اجازت میدهد ولی منظم به ترتیبش میدارد. یعنی اگر شما فرزندت رو منع کردید که بازی نکند، بله، اون مجبور است که از چشم شما دور رفته در خانه همسایه، رفته در اون کافه هایی که همین اینترنتی است، در اونجا ساعت ها شاید به خاطر اون پول دزدی میکند، به خاطر اون بله میکند، اونجا میرود و اونجا همه چیز ممکن است. فیلم های هر خیلی هم ممکن است. پس بهتر نیست که اون در نزد چشم شما باشد، در زیر نظارت شما باشد. بله. امروز حکومت هم باید از اینترنت نترسد. درست است؟ اینترنت اگر اون رو استفاده واقعی بریم، من واقعا جای خوبم هست که اینجا بگوییم که خیلی از طرفداران حکومت هم در فیسبوک فعال شدن. این واقعا چیز خوب است. متاسفانه در اول فقط اون چیزهای بد و یک منفی می رفتن، ولی بگذار امروز میبینیم که سفرهای رئیس جمهور در فیسبوک هم از طرف اون طرفدارانش پخش می شود. این چیز خوب است. کاش همه حکومتداران، همه یعنی مسئولان ما فعال باشند در حدی اقل جرأتی ندارن که با نامه‌های خود بیان، بگذار بیان با نامه‌های دیگر بیان، حتی از واقعیتی که مردم چی فکر میکنن بفهمن، با خبر شوند. ما نباید اینترنت رو یک مصیبت بتراشیم از اینترنت، بلکه اگر اون رو به شکلی بهتر خوبتر، زیرا دنیای معلومات شده است. هر کسی که هر کشوری که معلومات بیشتر دارد اون موفق و کامیابتر است از اون کشورهایی که از این چیزا محروم است. ببینید یکی از دلایل منع کردن و محدود کردن اینترنت، تهدید به اینترنت و به اصطلاح ترساندن از اینترنت به خاطر چی است؟ شما باید دارید که در یگان نظرپرسی اینترنتی بله حکومت داران یا حکومت از همه بالا رأی آورده باشد. نه ندیدم. بیایید کمترین چیز را بگیرید، همین تمام نظرپرسی های تاج نیوز را بگیرید، از ادنکلاسنیک که میگذارن ببینید، از فیسبوک را ببینید، از آزادی از همه جا ببینید. تمام اینها بر ضرر حکومت است. حکومت از این ترس دارد، از چیز دیگر نه، چون که اینترنت تنها جایی هست که انسان ها می توانند آزادانه در آنجا رأی خودشان را بتیان. برخی اوقات با اسم های مستعار. بله، حتی با اسم های مستعار. بله. ولی به هر حال مردم میتونن که در اونجا رأی خودشون را بتیان. و این رأیی که در اینترنت هست رأی واقعی است، چون که از کسی نمیترسن. بله. خب این است که حکومت رو میترساند. این است که اونها از اینترنت میترسن. و الا اینترنت برای اونها چی است دیگر؟ یا اینکه همین است که اینترنت وقتی که شما گفتید در هر خانه وارد می شود و اونها از طریق فیسبوک، از طریق ادنکلاسنیک با افکار دیگر مردم شناس می شوند. میخواهید نمیخواهید، برای مثال وقتی که به من شما تهدید تهمت میزنند، وقتی به محیدین کبیری همچون تروریست مناسبت میکنند، وقتی حزب نهضت اسلامی را تروریست اعلام میکنند، ما از اینجا میگوییم که واقعا این چیز دروغ است. ما اثبات میکنیم که نهضت اسلامی تروریست نبود، هیچ وقت و نخواهد شد. اونها این دروغ اونها به همه آشکار می شود. اینترنت این دروغ اونها رو آشکار میکند. بله. این ترس از اینترنت برای همین ببین است. یکی از فایده های اینترنت اینه که شعبه وزارت داخلی تاجیکستان گفته بود که 13000 آدم، حدوداً 13000 ریشه را تراشیدیم و از 1000 و چند حدودی 2700 زن لباس های سطر را برداشتیم. این تأثیری رسانه‌های مستقل، این تأثیری اون شبکه‌های اجتماعی، در عموم اون اینترنت بود که این مرد خود را اصلاح کرد. گفت که ما خود این کار نکردیم، بگذار ما در این نیستیم که این تا چه حد درست است نادرست است، ولی این است که یک منطق تر مجبور شد که منطق در صحبت کنه، بالاخره فکر کرد. چی گفتنش هم درک کرد خودش که چی میگوید. بله. احساس کرد که مردم با این چیزایی که اینها میکنن مخالفن. بله.
این واقعا اینها رو عقلشون رو سر جوش بیارد، یک کم تر فکرشون در کار بود، مغزشون در کار بدارن. اینها فقط در یک جا شیشته از پشت میز با مردم تهدید کردن بلدن، به مردم هم میدونن چیکار کنن. این اینترنت واقعا همین کارا رو میکنه. مثل آینه است. ببین آزادی، آزادگان، توج نیوز، فرج و دیگر سایت هایی که هستند فعال هستند، آسیا پلوس، چی قدر کارهایی کردن که حکومت مجبور شد خود را اصلاح کند. درست است؟ بله. یعنی ما صدها مثال داریم که حکومت به سبب منتشر شدنی فلان خبر و اعلان خبر خود را اصلاح کرد. همون اخیراً همون کوچروب‌ها، زن‌های کوچروبی کولا بود که آزادی این خبر رو منتشر کرد و بعداً مقامات مجبور شدن که با آزادی بگویند که اون مطلبی که شما چی کردید ما اون مشکل رو رفع کردیم یا قسماً رفع کردیم. پس خواهش من این است از رئیس جمهور کشور، از مسئولین، از اینترنت نترسن، از اینترنت دشمن نتراشن. اینترنت آینه است. اینترنت کمبودی ها را میگوید. درست است که برخی ها کمبودی ها و بعضی چیزها هستند، ولی من باور دارم حتی اونهایی که ما افراطی میگوییم اونها بیایند در این موج کلان ازیایی ها و با آدمای با منطقی که در اینترنت فیسبوک اینها هستن اونها خیلی تغییر میکنند. البته از اون اینها میتونن با اونها مبارزه کنند. بله. چندین بچه ها به خاطر اینکه صحبت های این رو شنیدن، نظرهای اون این زیایا و متفکرای تاجیک شنیدن، از بسیار فکرهای بد گشتن. پس نباید ما از اینترنت دشمنی بتراشیم، برعکس اون رو همچون آینه نگاه کنیم، همچون دوست نگاه کنیم که مثل آینه که میره میبینی در آینه کمبودیات خود اصلاح میکنی. حکومت باید به اینترنت، به ژورنالیستیکا، به مطبوعات به همین نظر نگاه کند و همچنین به مسجد هم. به مسجد هم نباید. مسجد اگر شما میگویید جوانان اکثرش جای افراطی جوانان است، تو 18 ساله تو 18 ساله من است، پس چرا مکتب نمیگیم؟ یعنی منطق همین رو میگوید که وقتی ما میگیم که مسجد جای اصلی افراطگرایی، رشد افراطگرایی است، پس جوانان تا 18 ساله مسجد من است. پس این رو که مکتب پس اون رو تایید کرد افراطی میکند، نه مسجد. بله. یعنی این چیزهایی هست که بعد یک چیز دیگر هم باید اینجا بگوییم که بسیار وقت مردم فکر میکنن که در برابر مسجد مکتب رو قرار دادن. بله. واقعا این خطا است. مکتب هم همون فرض است. باید زنها، دخترهای ما، بچه‌های ما باید بروند. واقعا مخالفی منع کردن دخترها به مکتب ها هستیم، هرچند که در اونجا فضای ناخوب سالم هم نیست. ولی چی باید کرد؟ از این که فرزند دختر تمنع میکنی بهتر این است که سعی کردن که فضای اونجا رو بهتر کرد. درست است. خبر دیگر این است که واقعا هم جایی چی میگوییم برای من شوک کننده است، خیلی ناراحت کننده است که 100,000 تن امسال 2015 از در مقایسه با سال 2014 100,000 تن پخته کمتر صادر کرده از تاجیکستان. یعنی حدوداً یعنی 3 کمتر صادرات پخته تاجیک کم شده است که ما واقعاً یکی از اون معدن هایی که داریم، یعنی یکی از اون بایگری داریم این پخته است. این واقعا یعنی از این که از پشت مردم میدوند، از پشت ریشم، از دنبال ریش مردم و حجاب مردم و پای افضال های مردم و از پشت این میگردن، به پشت این بیان که چرا 100,000 تن پخته کم میشود. ببینید این دلیل اینم باز در یک چیزای عجیب غریب است. بله. شما یادم آمد قصه یکی از دوستانم که در زواد پخته ناحیه تیمور ملیک رو یا همدانی رو همدانی رو فکر کنم خریده بود، شخصی کرده بود. بله. وقتی که چند مدت گذشت از این زواد در این کارخانه پخته تازه‌کنی در اختیارش بود،
یک روز وقتی که با او صحبت میکردیم خیلی ناراحت بود. خب صحبت کردیم، بعضی حرفا رو گفتیم، بعضی چیزا رو گفتیم. گفت چی شد؟ خب چرا ناراحتی؟ چی شد؟ گفت اون زواد پخته‌ای که داشتم، اون کارخانه پخته‌ای که دارم، در اونجا یک نفر اومده است و به من میگوید که بیا معاش تا بگیر، برا حجت رو بیار بتیو، هر روز هر ماه بیا معاش تا بگیر برا. یعنی این فابریک پخته رو خود خریده است؟ بله، این همون کارخانه صاحب ملک است. صاحب ملک است و میگوید به صاحب ملک میگویند که حجت ها رو بیار بسپار. اون رو کی اجازه داده است در اومده است اونجا؟ اون دیگر صاحب اجازه است در همه جا. با اون گفتن بیا معاش تا بگیر برا. خیلی ناراحت بود. بعد وقتی که با هم میرفتیم صحبت میکردیم، این خیلی ناراحت بود از این قضیه و میگفت که ما نباید به این کارها این خیل کنیم. این شکایت میکرد ولی علاج دیگر نداشت. بله. و به همین آسانی اون کارخانه را از این گرفتن. شما تصور کنید اون کارخانه را میگیرن و بلا فاصله شروع میکنن، کسانی اون کارخانه را میگیرن شروع میکنن به چی؟ به یک کارهایی که اصلا تصورات ندارن درباره این کارخانه. بله. نمیدونن که این کارخانه باید چه خیلی بچرخد. نمیدونن برای اون پخته را خریدن لازم. دوباره میخواهند با همون راهی که کارخانه را به دست آوردن، پخته‌ش هم به دست بیارن. مردم را کار میفرمایند، پول نمیدهند. از این کارهای یعنی هر چیزی که ارزان اومد دیگر قدرش نمیدونن. همین خیر کردگی هستند. بله. و این کارها باعث شده است که مردم دیگر پخته، چون مردم میبیند که پخته اگر در اونجا پخته میکند از اون فایده زیاد نمیگیرد. بله. میدونید چرا؟ چون که همین آش همین کاسه دوباره اگر پخته‌ش میبرد میسپارد، خیلی از اینها رو دیدیم، و میبرد پخته را میسپارد، پولش نمیتیان، یا اینکه پولش دیر میتیان یا کم میتیان. این معمولی شده است در برای دهخونا. برای همین مردم میگه چی در کار به من که پخته بکارم و فایده نکنم. و من یک قصه که خودم دیدم واقعا این است که مردم میبینند که به طور مثال در یک ناحیه دیگر یا در شهر دوشنبه پخته $700 است، ولی اون ناحیه‌ای که اونها زندگی میکنن در هر کجایی نباشد میگویند که ما از شما $400 میخریم و حق هم ندارید و رئیس ناحیه دشنام میدهد که اگر کسی از اینجا پخته را برد من فلان میکنم. باور میکنید؟ درست است. با این حد میگوید که من این قدر تهدید میکند. بله. درست. فکر کن که اون بیچاره با 1000 زحمت اون پخته را به این حد آورده است، محصولات گرفته است و اون رو در دیگر جو $600-700 است، این میاد به $400 میگیرد. در سری هر یک تن پخته که نوشته میشد باز پول میگیرند. وقتی گرفتن پخته اصلا باز اونم مشکل است، پول در وقتش نمیگیرند. یعنی همه اینها رو میگذارند اضافه بر این اون اندازه زیادی که است. رئیس جمهوری محترم، اون حکومتدارانی که مسئولانی که ما هستند واقعا اگر دلسوز هستید میگویید که ناراحت هستید از اینکه پخته اینقدر کم کاهش یافته است، اون مسئولینی که شما تعیین کردید در رئیسان ناحیه و رئیسان جماعت، به اونها شما مراجعت بکنید و ببینید که عیب در کجا است. عیب در مردم نیست، عیب در اون مسئولینی هستند که سری مردم ظلم میکنند. اون در عیب اون مسئولینی هستند که یک ولایت رو پخته یک ولایت رو مونوپول میکنند. در اینها باید جستجو کرد عیب رو، نه در مردم، نه این مسائل و مشکلات بالای مردم کرد. این بود برنامه بازشگرد. تا دیداری بعدی، خدا حافظ شما باد.